آیا برای زن جایز است که شبانه از برای نماز تراویح برود؟ بله جایز است و کسی حق منع کردن او زن را ندارد، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بخاری روایت کرده است و همچنین حدیث مسلم است که فرمود که زنان را از رفتن به مسجدها شبانه منع نکنید، لا تمنعوا اماء الله مساجده، زنان را از رفتن بر مسجدها منع نکنید گفتند صلی الله علیه و سلم، و در دیگر روایت شبانه منع نکنید. آیا جایز است جستجوی امامی که تراویح را زود میخواند؟ ای برادر، امام خشوع و فروتن را جستجو نماید، نه تیزخوان را، چون نماز این تراویح در یک سال یک بار است و فروتنی و بیچارهی برای پروردگار این لازم حتمی است و آن نمازی که تیز خوانده می شود در نزد الله پذیرفته نمی شود. شماره رکعت های تراویح چند است؟ در بین شماره رکعت تراویح عدد تراویح هر قدر توان داره وابسته بر توانایی، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هر یک از شما تا وقتی که نشاط دارد نماز بخواند، تا وقتی که فعالیت دارد نماز بخواند. پس می توانی بر سنت سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم اقتدا نمایی، نماز را 11 حرکت بخونی با ویتر با خشوع و فروتنی. برای تو بهتر است که از اینکه 20 رکعت میخوانی و آن را تیز میخوانی، این نکته را اهمیت بدهید. اما اگر که از 11 حرکت هم بیشتر باشد 20 رکعت میخوانی، آن را با فروتنی در مسجد بخوان که با فروتنی و خشوع با امام خوب میخواند است بخوان، و اگر نخواندن آن برات بهتر است از اینکه زود میخوانی آن را. آیا تراویح را نشسته خواندن جایز است در حالی که توان راست ایستادن را داریم؟ بله جایز است، ولی نصف ثواب را از دست میدهد، چون که در حدیث ذکر یادآور شده است. آیا در تراویح از روی مصحف یا تلفن قرائت کردن بر امام جایز است؟ بله جایز است، در این مورد اشکال ندارد، چی تنها گذار باشه چی امام باشه. آخرین وقت نماز تراویح تا کی است؟ تا برآمدن فجر تا دمیدن صبح، این آخرین وقت نماز تراویح به حساب می رود. از بعدی خفتن تا این وقت تو فرصت داری که نماز را بخوانی. آیا جایز است نماز عشا را با امامی که نیت تراویح دارد بخوانی؟ بله جایز است. اقتدا با نفل کننده درست است، برای انسان این اجر بر زیاد است. آیا تراویح جای قیام شب را میگیرد؟ بله تراویح هم قیام شب است و کلمه تراویح از راحت دادن نفس است، کلمه که سپس پیدا شد، چون که در حدیث عایشه رضی الله عنها است که گفتن رسول الله صلی الله علیه و آله نه در رمضان نه در غیر رمضان نماز شب را از 11 رکعت زیاد نمیخواند، گفتن صلی الله علیه و سلم این را تاکید کردن. پس بیانگر آن است که تا صبح را نماز تراویح همچنین جایگیر و قائم مقام نماز تراویح به حساب می رود و نماز تراویح همچنین قائم مقام نماز شب تهجد و همچنین نماز شب قائم مقام این رو هم فرا میگیرد، هر دویشان یک مورد. پس تراویح از جمله قیام شب است و در بیان ذکر مخصوص در وقت استراحت بین این رکعت ها از رسول الله چیز ثابت شده است و مثل سبحان ذی الملک و الملکوت میگویند و همچنین دیگر ذکرهای میگن. آیا یگان تا از این از رسول الله که صحابگان کرام ثابت شده است یا نه؟ نه، هیچ یکی از این از رسول الله صلی الله علیه و آله نه صحابگان کرام نه بزرگان دین ثابت شده نیست. این را ترکش انسان با ترک این گونه چیزهایی که ناپیدا است انسان ثواب میگیرد. به جای این یک امر بر معروف نهی از منکر احکام شریعت را برای مردم آموختن برای انسان خوشحالتر است و خوشگلتر است، بلکه از این استفاده برند. آیا تراویح در خانه بهتر است یا در مسجد؟ اگر خشوع و فروتنی انسان در خانه بیشتر باشد پس بهتر است که در خانه آن را ادا نماید با امام با جماعت. اما اگر ترسی سستی نماید و ترسی تکاسل و تنبلی نماید در مسجد با امام آن ادا کرده شود و سپس در آخر بر خانه باز بگردد، چون که رسول الله در حدیث هر کسی که نماز را با جماعت با امام ادا نماید و حتی اینکه امام از مکانش منصرف شود با خانه باز بگردد برای وی نماز شب قیام شب کتابت می شود. آیا درست است که بعضی ها میگویند تراویح بدعت است؟ نه، تراویح بدعت نیست، زیرا رسول الله صلی الله علیه و آن را خواندند و صحابگان رضی الله عنهم بعد از آن از ایشان نیز پیروی کردند و با همراهی پیامبر خواندند. سپس بعد وفات رسول صلی الله علیه و سلم در زمان عمر فاروق رضی الله عنه که این سنت را پیشگیری کردند خواندند تراویح را و صحابگان در این اختلاف نکردند، پس این اجماع می شود. پس چرا رسول الله صلی الله علیه و تراویح را با جماعت ادامه ندادند، فقط یک چند روز خواندند؟ زیرا ترسیدند که بر امتش این فرض نگردد که امتش توانی انجام دادن آن را ندارند. آیا جایز است که ما تراویح را 4 رکعت پیوسته بخوانیم؟ نه، بلکه تراویح 2 رکعت خواندن می شود و سلام دادن می شود، چون رسول الله گفتند که صلات لیل و نهار مثنی مثنی، نماز شب و روز 2 رکعت است و این از فعل رسول صلی الله علیه و سلم هم گرفته می شود. و حکم کسی که تراویح را قصداً ترک می کند چیست؟ گناه بر او نیست، ولی از ثواب عظیم خود را محروم کرده است.
آیا برای امام گرفتن مزد بر تراویح جایز است تا برای مردم امام شود طول رمضان را امامتی نماید؟ بله جایز است، چون وی برای امامت وقت جدا می نماید، وقتی خود را صرف می نماید و در مقابل وی مزد گرفتن برای وی یگان باکی ندارد. آیا کسی که با همراهی امام ویتر را خواند و به سوی خانه خود بازگشت آیا در خانه ادامه دادن نماز را دارد؟ بله دارد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در یک شب دو ویتر نیست، یعنی که ویتر را دیگر خانه نمیتواند، چون ویتر را با امام خواند ولی که ادامه دادن نمازهای دیگر را از نافله برایش امر وسیع است میتواند. آیا تأخیر انداختن تراویح تا نزدیکی فجر جایز است؟ بله جایز است، اشکال ندارد، چون در مطلق عمومی نمازهای نافله داخل می شود. والله اعلم.